زیادتر فروشات می با اسکلک‌های کلانتر داره و وسایل بازی اطفال ما از کشور چین وارد میکنیم، خود ما وارد کننده‌اش هستیم. تقریبا در حدود 35 سال است که یعنی پیش از اینکه من خودم در این دکان باشم قبلگاه ما در اینجا کار میکردم. دیگه در حدود 35 سال از همین مغازه من میشه که در این موقعیت شهر کابل قرار داره. قیمت ها خود تفاوتش زیاد آمده چون همین نظر به نرخ دلار است. هر وقت که نرخ دلار بلند بره چون جنس ما خود ما تولید نداریم، از کشور خارج میریم. هر وقت نرخ دلار بلند میره جنس هم طبعا بلند میره. مثل که قبلا سابق که بود دلار پایان تر بود جنس هم ارزان تر میاد، اما حالا بسیار قیمت میبره. اگر فامیلا که نمیتونن رسیدگی مثلا که برای طفلای خود بازیچه بخرن، یا سرگرمی بسیار چیزایی هست که در خانه مطلب از نگاه مثلا یگان دست کارهای دست که می باشه که خود طفل هم مشغول او شوه و هم فکرش خوب نمو میکنه. یعنی بعضی چیزایی است که مثلا کارهای خانگی که در اکثر مکاتب هم میتونم که میگن کار دستی بیاریم، کار دستی جور کنن، مثلا بعضی چیزایی که مثلا از سنگ، چوب، قلاخ یا برگر چیز میتونن که یگان چیزایی جور کنن. بسیاری کشورهایی که مترقی نیستن همین کارا پیش میبرن. سامانهای بازی که فریمان حاله از هر طرف به وطن ما میآید میتونیم که طفلای خود سرگرم و می مصروف بسازیم، به خاطر از اینکه در بیروبر آمدن اطفال از مشکلات بسیار جدی است، مشکلات بسیار زیاد است و ما تا آخر باعث یک پدر مسئولیت خود باید است ما ادا بسازیم